سلام سارا هستم. به این ویدیو از کانال گیمینگ خوش اومدید. کلش آف کلنز بعد از آپدیتی که دادش یه دونه باگ جدیدی تو وار گذاشته که فقط ما ایرانی ها نمیتونیم ها رو بزنیم، وگرنه الان یه دونه کلن تو حریف ما هستش از انگلیس فکر کنم، و وقتی که رو حمله میزنید از بازی پرتتون میکنه بیرون. منم اولش فکر کردم که مشکل از گوشیمه، ولی در اصل نه، این به همه این اتفاق افتاده و فعلا راه حلی در دسترس نیست که بتونیم رفعش کنیم. اگر حتما راه حلی رو پیدا کردیم براتون به اشتراک میذاریم، و وقتی که رو حمله میزنیم بعد رو این میزنیم اینجا یه صفحه باز میشه که اینم باز یه دونه باگه. این نوشته اصلا کلا برعکس انگار مثل عربی شده. بعد که رو حمله میزنیم کلا اولش هنگ میکنه و بعد پرت میشه بیرون. گفتم که اینم یه دونه باگ جدیده کلش آف کلنز. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما سابسکرایب کن.